اولین عبادتی که اولین چیزی که فردا روز قیامت بنده را سؤال کرده می شود از نماز. روز محشر که جانگداز بود اولی پرسش از نماز بود. نمیگن که پدرت کی بود، مادرت کی بود، بابایت کی بود. با پدر و بابا بی فخر نکن. بابای من ایتر بود که در خانه کعبه نماز میخوان که مومای پرواز میکرد، که بابای من اولیا بود که مومای من اولیا بود که بود نبود توکلش به خدا خوبی کرد رفت. خودت چی عمل داری؟ امروز هم دست دیده میشه دمشتا خودش نماز نمیخونه و باباش صفت کرده است، ماماش صفت کرده است. خودت چی؟ او هم آدم بود مثل تو. برای چی؟ اون میلش جنتی شید، اولیاء شید، تو چی شدی؟ اگر نسبه که نگاه کنیم، ابراهیم خلیل دوست خدا پدرش بدتراش بود، آذری بدتراش بد میتراشی. پدرش همین خیلی آدم بود، ابراهیم خلیل. اولین کسی که حضرت ابراهیم خلیل گفت که لارجمنک سنگسار میکنیم ترا از این گپات نیستی، یکمین همه آدم پدری خودش بود حضرت ابراهیم. اگر از این گپات نیستی گفت سنگسارت میکنیم، نابودت میکنیم. گفت از همه خیلی شخص ابراهیم خلیل به دنیا آمد. اگر نسب که اعتبار کنیم پس اکهالی چی میشه؟ نسب اعتبار نیست. ابراهیم خلیل پدرش بود تراش بود. نوح علیه السلام فرزندش کنعان بود. همون کنعانی که ابراهیم نوح علیه السلام گفت که ای فرزندم، گفت خدا آب میفرسته که همه غرق میشوند، نیست و نابود میشوند این قوم. گفت که اگر خدا آب بفرسته من با بالای کوه میبرم. آب لغت کرد با بالای کوه هم برام. گفت که بیا در کشتی بدرا که میمری نابود میشه. گفت که من یک راکم میگیرم در بالای آب که خشک با میبرم. خدا که توفیق نته انسان بچه پیغمبر بود. پسر نوح با مدام بنشست، خاندان نبوتش گم شد. برای همین جوانای عزیز، همه شما برادر ما، همه ما برادر هستیم. احتیاط کنید که بابت امر نشین. احتیاط کنید. انسانی که با تو همون استکان عرق دراز میکنه، یقین بدا که دشمن قتالت است. تو یقین بدا که فردا روز قیامت ترا در آتش دوزخ، در علنگه آتش دوزخ تلت میزنه. سیگارت به تو پیشنهاد کرد، دشمنت است. نوسبت پیشنهاد کرد، دشمنت است. جوانای را خوب بدانید.